فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. در سورة انبیاء و سورة نحل الله بیان میکنه فاسألوا، سوال بکنین ای مسلمانا، اهل الذکر از اهل ذکر، یعنی اهل قرآن، اهل علم، اهل سنت، اهل وحی، ان کنتم لا تعلمون، اگر شما علم ندارین. یعنی واجب است به بالای یک کسی که عامی است، علم نداره، در یک موضوع که از عالم پرسان کنه. این واجب است، به اتفاق علما واجب است. اگر از خواهش خود عمل کرد، قبلا ما شما در جمعه قبلی گفتیم کسی از خواهشات خود تابعداری کرد، هر چی که نظرش گفت عمل کرد، جای زود آتش است. از او که گمراه ترین انسان نیست. و من اضل ممن یتبع هواه، کس که الان گمراه تر از او کسی که تابعداری خواهشات خودم میکنه. فاسألوا، سوال کنین ای مسلمانا، اهل الذکر از اهل علم، اهل وحی، اهل قرآن، ان کنتم لا تعلمون، اگر شما نمیفهمید. سورة انبیاء آیت 7. و اطاعتش هم واجب میکنه در صورتی که مستدل باشه و برحق باشه. در سورة نساء الله میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای مؤمنین خبردار، اطاعت بکنین از الله، دستور الله، و اطیعوا الرسول، و از پیامبرش اطاعت کنین، و اولی الامر. اولی الامر یک معنیش میست که اهل علم، کسایی که علم دارن، از حکم الله را میشناسن، قانون الله را میشناسن، دستورش، از پیامبر هدایتش میشناسن، قرآن هم میفهمن، سنت هم میفهمن، از این اطاعت بکنین. یعنی حتی اطاعتش واجب کردگی است. خب امو گپ عالم، امو فرمان دستورش که مطابق اطاعت الله و رسول باشد، یعنی برحق باشد. و بعضی اول الامر اهل اقتدار قدرت گفتادم، قدرت هم کسی امیر و رئیس دولت مسلمان میشه که قرآن هم بفهمه، سنت هم بفهمه.